درود، من پرهام حقیقت هستم. امروز اومدیم با یه ویدیو جذاب و حقیقت آمیز دیگه. قبل از شروع کانال آپارات ما رو دنبال کنید، زنگوله رو بزنید و حتما لایک کنید. بریم برای شروع ویدیو. خب برای شروع ویدیو باید بگم که امروز میخوایم در مورد قطب شمال و قطب جنوب صحبت کنیم و اول میریم به سراغ قطب جنوب. میگن که قطب جنوب دیدن که یه موجودات مرموز و اسرارآمیزی هستن و فضایی ها اونجا زندگی میکنن و اینا، و میگن دولت ها به ما دروغ گفتند و اینا اصلا واقعی نیست و فقط به خاطر دلایل زیست محیطیه و اینکه گونه‌های بسیار زیادی از جانوران اونجا زندگی میکنن و خیلی جای بکریه برای زندگی. برای همین نمیخوان که اونجا خیلی عمومی بشه و از دید مردم دور باشه که یه وقت به فکر معدن و نمیدونم استخراج هر چیزی از اونجا نیفتن، چون اینجوری گونه‌های خیلی زیادی از بین میرن و بیشتر به خاطر اینه که زندگی در اونجا پایدار بمونه. و حالا میریم به سراغ قطب شمال. قطب شمال اونم همین جوره، میگن که یه دروازه‌ای به جهان زیرین. این چیزا اصلا واقعیت نداره و کاملا خرافاته. اونجا هم خیلی از گونه‌ها زندگی میکنن، نمیخوان اون گونه‌ها از بین برن. برای همینه که نمیخوان اونجا خیلی تو دید مردم باشه و همینطور این که خیلی سفراش هم هزینه بر هستش. شما بخواین اونجا برین تقریبا با 1 میلیون 2 میلیون شاید هم 100 میلیون دلار باید هزینه کنید برید اونجا و خیلی هم هواش سرده و فکر نکنم بتونید اونجا خیلی دووم بیارید. و دیگه همین بود ویدیو. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. حتما لایک کنید و فالو هم حتما بکنید.